اگه تا حالا قصد خرید یه هارد برای کامپیوتر یا لپتاپت رو داشتی، حتما با دو تا گزینه اصلی مواجه شدی: HDD و SSD. حالا سوالی که همیشه پیش میاد اینه که کدوم بهتره. همه میگن SSD، ولی چراش مهمه؟ توی این ویدیو میخوایم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، تفاوتاشون رو بشناسیم و بدونیم کدوم گزینه برای چه کاری بهتره. اگه هنوزم نمیدونی کدوم رو انتخاب کنی، بعد از دیدن این ویدیو دیگه کاملا دستت میاد. اول بهتون بگم که ترتیب این ویدیو این شکلیه که من اول هارد HDD رو به طور خلاصه معرفی میکنم و بعدش مزایا و معایبش رو میگم و بعد از این دقیقاً مثل HDD میریم سراغ SSD و تعریف و مزایا و معایبش رو بهتون میگم و در نهایت با هم دیگه مقایسهشون میکنیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. سلام، من ابوالفضلم و توی این کانال ویدیوهای درباره سخت افزار کامپیوتر میذارم. اگه به دنیای کامپیوتر علاقه داری، حتما منو دنبال کن. توی مرحله اول بریم یه خلاصه از معرفی هارد HDD بهتون بگم. اگه تا حالا یه هارد دیسک رو از نزدیک دیده باشی، میدونی که توش یه دیسک یا اصطلاحاً پلاتر داره که مثل صفحه گرامافون میچرخه. روش هم یه هل مغناطیسی وجود داره که اطلاعات رو میخونه و مینویسه. این هد شبیه اون سوزن روی گرامافونه، ولی به جای صدا اطلاعات دیجیتالی رو از روی دیسک برمی‌داره و روش انتقال میده. وقتی یه فایلی رو باز می‌کنی یا چیز جدیدی رو ذخیره می‌کنی، موتور هارد دیسک شروع به چرخوندن پلاترها با سرعت بالا، معمولاً 5400 یا 7200 دور در دقیقه می‌کنه. بعد هد مغناطیسی میاد و اطلاعات مورد نظر رو از جای درستش پیدا می‌کنه و می‌خونه. به خاطر اینکه همه این کارا مکانیکی انجام میشن، سرعت دسترسی به اطلاعات پایین‌تر از SSD است. هرچی هارد بیشتر کار کنه، قطعات مکانیکی بیشتر مستهلک میشن و همین موضوع باعث میشه احتمال خرابی HDD نسبت به SSD بیشتر باشه. یه نکته جالبم بهتون بگم که شاید نمیدونستین. وقتی هارد HDD روشنه، همیشه در حال چرخشه، حتی اگر باهاش هیچ کاری نداشته باشی. این هم یکی از دلایلیه که باعث مصرف برق بیشتر و تولید گرمای بالاترش نسبت به SSD میشه. حالا که فهمیدیم HDD چجوری کار میکنه، بریم ببینیم که چه خوبی‌ها و چه بدیایی داره. مزایای HDD: اولین مورد قیمت مناسب ترشه. HDD ها کلاً ارزون ترن و اگه دنبال حجم ذخیره‌سازی بالا با هزینه کمتری، HDD گزینه بهتریه. چون SSD ها کلاً گرونترن. مثلا با پوله SSD 1 ترابایتی تو میتونی یه HDD 2 ترابایتی بگیری. دومین مورد حجم بالایی که دارن. هارد دیسک ها کلاً ظرفیت بیشتری نسبت به SSD ها دارن و بیشترن برای آرشیو اطلاعات و فیلم ها و بازی حجم بصرفن. سومین مورد عمر نوشتاری بالاشونه. SSD ها بعد از یه تعداد مشخصی نوشتن و پاک کردن اطلاعات ممکنه دچار افت کارایی بشن، ولی HDD ها از این نظر محدودیت کمتری دارن. این از مزایا و خوبیاش. حالا چه بدیهایی میتونه داشته باشه؟ اولیش سرعت پایین‌ترشه. چون HDD از قطعات مکانیکی استفاده میکنه، سرعت خوندن و نوشتنش خیلی پایین‌تر از SSD. برای همین اگه همه اطلاعات کامپیوتر روی هارد HDD باشه، ویندوز دیرتر بوت میشه، برنامه‌ها کندتر باز میشن و کلا سرعت کمتری رو داری. دومیش احتمال خرابی بیشترشه. هارد دیسک قطعات متحرک داره، پس با ضربه خوردن، افتادن یا حتی بعد از چند سال کار کردن ممکنه خراب بشه. یه SSD میتونه ضربه رو تحمل کنه، ولی HDD با تکون شدید ممکنه بد سکتور بگیره. سومین مورد مصرف برق و تولید گرماشه. چون HDD همیشه در حال چرخشه، نسبت به SSD هم برق بیشتری مصرف میکنه و هم گرمای بیشتری تولید میکنه. این موضوع زیاد توی کامپیوترها مهم نیست، ولی برای لپتاپ‌ها که با باتری کار میکنن میتونه یه مشکل باشه و باعث بشه باتری زودتر خالی بشه. و در نهایت چهارمین بدی هارد HDD نویز و لرزشی که دارن. اگه HDD رو نزدیک گوشت برده باشی، حتما صدای چرخش و تقتق هدش رو حس کردی. برخلاف SSD که کاملا بی صداست، HDD همیشه یه مقدار سر و صدا و نویز داره. حالا نوبت به SSD میرسه. برخلاف HDD که از پلاتر و هد مغناطیسی استفاده میکنه، SSD هیچ قطعه مکانیکی نداره و کاملا بر پایه حافظه نند فلش کار میکنه. من توی ویدیوی قبلی کاملا بررسی کردم که SSD از چه قطعاتی تشکیل شده و اصلا چه جوری کار میکنه. اگه اون ویدیو رو دیده باشین، متوجه میشین که SSD ها چند تا چیپ یا همون تراشه نند دارن که اطلاعات روی اونها ذخیره میشه و هر زمان که ما بخوایم به اون اطلاعات دسترسی داشته باشیم، کنترلر SSD مستقیم و سریع به اون اطلاعات دسترسی پیدا میکنه، بدون اینکه نیاز باشه دیسکی بچرخه یا هدی حرکت کنه. این نتیجهش میشه یه سرعت و عملکرد فوق‌العاده بیشتر و بهتر. حالا بریم ببینیم SSD چه خوبیایی داره و کجاها ممکنه کم بیاره. اولین و مهمترین مزیت SSD سرعت فوق‌العاده بالاشه. سرعت خوندن و نوشتن اطلاعات توی SSD چندین برابر بیشتر از HDD.
یعنی باعث میشه ویندوز توی چند ثانیه بوت بشه، برنامه‌ها و بازی‌ها خیلی سریعتر اجرا بشه و انتقال فایل‌ها هم با سرعت خیلی بیشتری انجام بشه. دومیش اینکه چون SSD قطعه متحرک نداره، ضربه، لرزش و تکون‌های شدید روش تأثیری نمیذاره. پس برای لپتاپ‌ها و سیستم‌های پرتحرک خیلی مناسب‌تره. سومین ویژگی خوبش بی صدا و سایلنت بودنشه که برخلاف HDD که همیشه یه صدای چرخش ریزی داره، SSD کاملا بی صدا و سایلنته و در نهایت چون SSD نیاز به چرخوندن دیسک نداره، برق کمتری هم مصرف میکنه و گرمای کمتری هم تولید میشه و این موضوع برای لپتاپ‌ها که با باتری کار میکنن خیلی مهمه. حالا بریم سراغ معایب SSD. اولیش قیمت بالاییه که نسبت به HDD داره. SSD ها یه جورایی میشه گفت قیمت 2 برابری توی فضای ذخیره‌سازی یکسان نسبت به هارد HDD دارن. البته اینم بگم که این اختلاف هر روز داره کمتر و کمتر میشه. دومین بدیش اینه که هر SSD یه عمر مشخصی برای نوشتن اطلاعات داره و بعد از یه مدت طولانی ممکنه عملکردش افت کنه. البته توی استفاده‌های معمولی سال‌های سال برات کار میکنه و اصلا جای نگرانی نیست. البته اینم بگم که هر دوی این مشکلات دارن یواش یواش کمتر و کمتر میشن و هم قیمت داره اختلافش کمتر میشه و هم SSD ها دارن عمر بیشتری رو تجربه میکنن. حالا که با ساختار و مزایا و معایب هر دو آشنا شدیم، وقتشه که یه مقایسه کامل بین SSD و HDD داشته باشیم. بریم ببینیم که توی بخش‌های مختلف کدوم یکی برنده میشه. اولین بخشی که می‌خوایم بررسیش کنیم توی سرعت پردازش و خوندن و نوشتن دیتا هاست. تفاوتی که از لحاظ سرعتی بین این دو تاست مثل فرق بین سرعت یه ماشین با یه دوچرخه است. هاردهای HDD معمولاً 100 تا 150 مگابایت بر ثانیه سرعت دارن، در حالی که SSD های SATA سرعتی بین 500 تا 600 مگابایت دارن و اگه SSD ما NVMe باشه که سرعتش میتونه بین 3 تا 7 گیگ بر ثانیه برسه. پس اینجا برنده ما SSD. در نتیجه اگه میخوای ویندوز سریع بوت بشه، برنامه‌ها و بازی‌ها بدون تأخیر اجرا بشن و فایل‌ها توی کمترین زمان ممکن باز بشن، SSD گزینه بهتریه. رقابت دوم بین طول عمر و دوامشونه. هاردهای HDD به خاطر اینکه دیسک و پلاتر رو چند تا قطعه فیزیکی حساس کنار هم دارن، در برابر ضربه و لرزش خیلی حساسن و ممکنه بعد از چند سال اگه ازشون خوب مراقبت نشه دچار خرابی مکانیکی بشن. ولی چون SSD هیچ قطعه متحرکی نداره، در برابر ضربه مقاوم‌تره، طول عمر و دوام بیشتری هم از لحاظ ساختار فیزیکی داره. پس بازم برنده ما SSD. رقابت سوم بین مصرف انرژی و گرماست. هاردهای HDD توی زمانی که کامپیوتر روشن یک سره در حال چرخشن، حتی اگر ازشون استفاده نکنیم. به خاطر همین برق بیشتری هم مصرف میکنه و دمای بیشتری هم تولید میکنه. ولی از اون طرف توی SSD خبری از چرخش و فعالیت فیزیکی نیست و کلاً بهینه‌تر کار میکنه. مخصوصا توی لپتاپ که محدودیت باتری داریم، میتونه باعث بیشتر شدن عمر باتری بشه. پس بازم برنده ما SSD. رقابت چهارم رقابت ظرفیت و قیمته. هاردهای HDD معمولاً از 500 گیگ شروع میشن تا 10 ترابایت. این که میگم 10 ترابایت معنیش این نیست که تهش 10 ترابایت، نه، بیشتر از اینا هم داریم، ولی برای مصرف سیستم‌های کامپیوتری هاردی که بیشترین ظرفیت رو داشته باشه 10 ترابایته. بیشتر از 10 ترابایت توی صنعت و کارایی‌های دیگه ازشون استفاده میشه و قیمتاشون هم به‌صرفه‌تره. ولی SSD ها از 128 گیگ شروع میشن تا به بالا. ولی SSD هایی که ظرفیتشون بالاست قیمت وحشتناک بالایی دارن. مثلا الان یه هارد HDD 8 ترابایتی وسترن دیجیتال قیمتش 18 تومنه. ولی یه SSD 4 ترابایتی 32 تومنه. پس از لحاظ ظرفیتی که قیمتش مناسب‌تر بیفته HDD برنده است. البته بچه‌ها اینجا رو اشتباه نکنید، وقت من از لحاظ سرعتی مقایسه نکردم، اما سرعتی که 100% SSD برنده است. اینجا دارم حساب میکنم کدوم یکی هر گیگش ارزان‌تر میفته که با این حساب HDD برنده شد. رقابت پنجم رقابت بین نویز و لرزشه. هاردهای HDD موقع کار سر و صدا و لرزش دارن، مخصوصا وقتایی که میخوان اطلاعات رو جابجا کنن. ولی SSD کاملا بی صداست چون هیچ قطعه متحرکی داخلش نداره که صدایی تولید کنه. پس اینجا هم برنده ما SSD. اگه بخوایم کل ویدیو رو جمع‌بندی کنیم، این شکلی میشه که اگه سرعت بیشتر و عملکرد بهتر و مصرف برق کمتر و دوام برات مهمه، SSD بخر. ولی اگه دنبال یه هارد ارزون با ظرفیت بالا برای ذخیره کردن اطلاعات زیادی، HD گزینه بهتر و اقتصادی تریه. در کل بهترین کار از نظر من ترکیب این دوتاست. من خودم روی سیستم خودم از ترکیب هر دوتاشون استفاده کردم و هر سیستمی هم که اسمبل می‌کنم برای مشتری‌ها بهشون پیشنهاد میدم که این ترکیبی که خودم بستم رو اونا هم روی سیستمشون ببندن. حالا این ترکیب چیه؟
این ترکیب اینه که یا SSD M2 250 گیگ یا 500 گیگ بگیرن که بشه درایو C و ویندوزشون روی اون نصب کنن که سرعت ویندوز فوق العاده بالا باشه. بعدش بیان یه SSD SATA 1 ترابایتی بگیرن و روی این یکی بازی‌ها و فایل‌های مربوط به کارشون و هر چیزی که بیشتر باهاش سر و کار دارن رو بریزن روش. و در نهایت یه دونه HDD 1 یا 2 ترابایتی هم بگیرن برای آرشیو اطلاعاتی که باید باشه ولی خیلی ازشون استفاده ای نمیشه، مثل عکس و فیلم‌های خانوادگی یا دوره‌های آموزشی و هر چیزی که حجمش زیاده و ازش کمتر استفاده می‌کنیم. اینطوری هم سرعت کامپیوتر و سیستممون خیلی بالاست، همین که برای هر نیاز بهترین گزینه بسته شده و قیمتش هم برامون اقتصادی‌تر تموم شده. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین و ویدیو رو تا اینجا دیدین. ممنون میشم برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنین و اگه منو ساب ندارین حتما سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.